به نظر سخت ترین قسمت عشق چیه؟ پیدا کردن یکی که دوستش داشته باشی یا نگه داشتنش؟ فکر میکنم بیشتر ماها از بچگی هزار تا داستان درباره عاشق شدن شنیدیم. فیلم دیدیم، رمان خوندیم، آهنگ گوش دادیم. ولی یه چیز که توی همشون مشترک بوده، همه درباره شروع عشق حرف میزنن، اما خیلی کم پیش میاد کسی درباره ادامش حرف بزنه. اینکه وقتی هیجان روزای اول تموم شد، وقتی زندگی عادی شد، وقتی اختلافات تازه داره شروع میشه، اون موقع عشق چه شکلیه؟ سلام، خیلی خوش اومدیم به پادکست پلان آخر. من عرفانم و اینجا قراره با هم درباره کتاب ها، زندگی، تجربه ها و سوالای حرف بزنیم که شاید جواب مشخصی نداشته باشن، اما ارزش فکر کردن رو قطعا دارن. و برای اولین قسمت معرفی کتاب رفتیم سراغ یکی از معروف ترین کتاب های عاشقانه معاصر ایران که اسمش یک عاشقانه آرامه. اما قبل از اینکه درباره کتاب حرف بزنیم یه چیزی رو بگم. اگه دنبال یه داستان پر از اتفاق و هیجان باشی، احتمال داره این کتاب ناامیدت کنه. ولی اگه دنبال این باشی که یه نفر بشینه روبروت و درباره عشق و زندگی و رابطه باهات حرف بزنه، احتمال زیاد ازش لذت میبری. نادر ابراهیمی عشق و شبیه چیزی که این روزا تو فضای مجازی میبینیم تعریف نمیکنه. برای اون عشق فقط دوست داشتن نیست، یه مسئولیته، یه انتخابه، یه تصمیمه که باید هر روز بگیری. و به نظرم همین نگاه باعث شده که این کتاب هنوزم خونده بشه. مه یک پدیده کاملا واقعی است دوست من. تو اما از مه واقعی حرف نمیزنی دختر. تو نمیگویی بیا در مه زندگی کنیم، آنطور که چوپانهای کندوان در مه زندگی میکنند. تو از تصور مه سخن میگویی و این مه خیالی تو مثل کابوس است و از کابوس مه به باران رویا نمی شود رسید، چه رسد به بلور شفاف واقعیت. وهم مه سراسر روزمان را شب خواهد کرد و در شب مه‌آلود ستاره هایمان را نخواهیم دید. مه البته گاه خوب بوده و خوب خواهد بود. شعر، لطیف، عطر آگین، خیال انگیز. آنگاه که من کنار پل ایستاده بودم در قلب مه با چند شاخ نرگس مرطوب به انتظار تو و تو درون مه پیدا شدی، مه را شکافتی و پیش آمدی و با چشمان سیاه سیاحت دمادم واقعی تر شدی، تا زمانی که من واقعیت گلگون گونه های گل انداخته‌ات را بوییدم، آنگونه که تو گلهای نرگس مرا بوییدی، و از اینکه به انتظارت ایستاده‌ام با گونه های گلگون تشکر کردی و با هم دوان در درون مه به خانه رفتیم، آنگونه گاه، نه همه گاه. وقتی اولین بار این قسمت رو خوندم حس کردم نویسنده نمیخواد فقط یه داستان تعریف کنه، انگار میخواد از تجربه‌ای حرف بزنه که خیلی همون لمسش کردیم. اینکه دوست داشتن فقط با گفتن دوستت دارم زنده نمیمونه، با توجه زنده میمونه، با شنیدن، با وقت گذاشتن، با احترام. داستان کتاب درباره دو نفره، اما راستش من هیچ وقت احساس نکردم فقط درباره دو نفر باشه. انگار هر کسی که این کتاب رو بخونه یه تیکه از رابطه خودش رو توش پیدا میکنه. برای همین نمیخوام کل داستان رو برات تعریف کنم، چون فکر میکنم لذت این کتاب به کشف کردنشه. فقط همینقدر بدون که داستان بیشتر از این که درباره عاشق شدن باشه، درباره عاشق موندنه و این تفاوت خیلی بزرگیه. آرام، آرام اصل، فقط مقدار فاصله حد ارتفاع صدا را مشخص می کند. من و تو روبروی همیم، بی فاصله. آرام، آرام باشد. گرچه برای آذری کوهی کوتاه آمدن آسان نیست. من مدتهای مدید در کوهپایه‌های ساوالان سخن گفتم و باد همیشه نیم بیشتر صدای مرا به راهی که میرفته برده است و مختصری از آن را به گوش مخاطبم رسانده است. اما حرفت را چون درست است قبول می کنم. سرت را قدری بیاور جلو تا باز هم آهسته تر بگویم.
بهترین دوست انسان انسان است، نه کتاب. کتاب‌ها تا آن حد که رسم دوستی و انسانیت بیاموزند معتبرند، نه تا آن حد که مثل دریایی مرده از کلمات مرده تو را در خود غرق کنند و فرو ببرند. یه چیزی که موقع خوندن کتاب مدام بهش فکر میکردم این بود که ما معمولاً وقتی یه رابطه خراب میشه دنبال یه دلیل خیلی بزرگ میگردیم. خیانت، دروغ، فاصله. اما شاید بیشتر رابطه ها با اتفاقای بزرگ از بین نرن. شاید با چیزای کوچیک تموم بشن، با حرف زدن، با گوش ندادن، با اینکه فکر کنیم بعداً جبران میکنم و اون بعداً هیچ وقت نرسه. اما حالا بذار یه نقد هم به کتاب داشته باشم دیگه، چون فکر میکنم اگه فقط ازش تعریف کنم منصفانه نیست. به نظرم جاهای نویسنده اونقدر غرق حرف زدن در مورد عشق میشه که داستان خیلی دیگه آروم حرکت میکنه. ممکنه بعضی خواننده ها حس کنن دوست دارن اتفاقای بیشتری توی این داستان بیفته. یه نقد دیگه هم دارم، اونم اینه که کتاب خیلی روی موندن تاکید میکنه. من اصل این حرکت رو دوست دارم و اینکه برای رابطه باید تلاش کرد، اما فکر نمی کنم هر رابطه ای ارزش موندن داشته باشه. گاهی دو نفر هر چقدر تلاش کنن برای هم مناسب نیستن. گاهی رفتن شکست نیست. و شاید اگه این کتاب امروز نوشته میشد این نگاه کمی متعادل تر بیان میشد. اما وجود این نقدها چیزی که باعث شده این کتاب تو ذهنم بمونه این نبود که جواب همه سوالامو داد. این بود که باعث شد سوالای بیشتری از خودم بپرسم. آخرین باری که واقعا به حرف کسی که دوستش داشتم گوش دادم کی بود؟ آخرین باری که ازش تشکر کردم کی بود؟ آخرین باری که بدون دلیل خوشحالش کردم کی بود؟ شاید عشق بیشتر از این که منتظر اتفاقای بزرگ باشه با همین کارهای خیلی کوچیک زنده است. اثر برای آخرین بار بشنو. عشق یک معجزه، یک کرامت، یک اقدام ساحرانه نیست. نفس عینی، عاطفی، حسی، اندیشمندانه زندگی است. عشق بدون اراده به اقدام قدم از قدم بر نمی دارد. عشق پاسداری و نگهبانی دائمی می خواهد. آب، نور، حرکت. عشق بدون نیروی برپادارنده عشق در جا می پوسد. اگه از من بپرسی که این کتاب ارزش خوندن داره یا نه، میگم آره. نه چون بی نقصه، نه چون بهترین رمان عاشقانه‌ایه که نوشته شده، چون وادارت میکنه درباره رابطه‌هات فکر کنی. به نظرم هر کتابی که بعد از تموم شدنش تا چند روز ذهنت رو درگیر خودش بکنه کارش رو درست انجام داده دیگه. اگر این کتاب رو خوندی، دوست دارم بدونم تو چه برداشتی ازش داشتی. اگر هم هنوز نخوندیش، شاید وقتش رسیده که خودت قضاوتش کنی.